امروز با یه بمب خبری دیگه همراهتون هستیم. بی‌وجدانا بابای آیسانو گروگان گرفتن. چطور دلتون میاد این کارو بکنید وقتی این بنده خدا از شدت ترس دست و پاش میلرزه؟ این اتفاق 6 فروردین توی اوج شلوغی شمال مسافرت مردم افتاده، ولی به آیسان گوش زد میکنن که تا تموم شدن ماجرا اعلام عمومی نکنه. اما بالاخره دیروز خبر آزادیش توسط مامورای آگاهی نوشهر داده شد. ماجرا از این قراره که وقتی بابای آیسان از خونه برادرش توی شمال در میاد، سوار یه پژو میشه که یه خانوم و یه آقا توی اون بودن. دوربینا این لحظه رو میگیرن اما نمیفهمن که کجا میره و بعد از 5 روز تلاش مامورای نوشهر و پیگیری پرویز پرستویی و افشین پیروانی، قدیر آزاد میشه. گروگانگیرا در ازای آزادی قدیر 100 میلیارد به صورت رمز ارز تتر درخواست کرده بودن و آیسان هنوزم اجازه صحبت نداره.